تصور خیلی از آدم‌ها از خیلی از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده از سرتاسر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه میکنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالی آنچنانی میخواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کاناداست. تو این برنامه یه ایده نو، یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای میزنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه و قابل رقابت در سطح جهانی باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، چه کمکی از گروه راهی برمیاد؟ باید بگیم سوال خوبیه. گروه راهی شما را از طرح ایده تا نوشتن بیزنس پلن و تهیه مدارک مربوطه مطابق با استانداردهای کانادایی همراه میکنه و خلاصه کاری میکنه که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایده‌تون توسط شرکت‌های حمایتی نامه حمایتی دریافت میکنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر میکنید و به محض ورود به کانادا شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا را دریافت میکنید. نهایتاً بعد گذشت 3 سال از حضورتون تو اون کشور پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی استارتاپ کانادا را از دست ندید.